إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. دایات قبلی الله تبارک و تعالی توجه انسان طرف نشانه های عظیم قدرت خود دور داده بود که هم عبارت از نشانه های قدرت بیرونی و خارجی بود و هم درونی بود. خصوصا اشاره به خلقت انسان، یعنی حلقه های سیگانی توحید الله را که قبلا بیان کرد. یکی پیدایش انسان بود و بعد از او پیدایش چارپایه هایی که برای منفعت انسان ها الله پیدا کرده و بعد از او دوره های مختلف جنین، یعنی طفلی که در شکم مادر است. بعد از بیان از او الله تبارک و تعالی بیان کرد ذالکم الله ربکم، یعنی هر انسان با بصیرت وقت نظر بیفگنه به این حالات از پیدایش انسان، از پیدایش چارپایه و از حالات متنوع جنین، خود به خود درک میکنه که الله کدام ذات است. یعنی به دیدن آثار قدرت الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی مثل میشه که تو گویی برش اشاره میشه. از او خاطر ذالکم اسم اشاره را ذکر کرد. ذالکم الله ربکم، این می موصوف به صفتا، یعنی ذاتی که قدرت و توانایی ها را داره و خود شما مشاهده میکنه، از این آثار برای شما واضح میشه اینمی چی است؟ الله است. ذالکم الله ربکم، اینی پروردگارتان است و اینی مالک و متصرفتان است. له الملک، همه اختیارات در قدرت عزیز در دسترس عزیز قرار داره. پس از او خاطر لایق پرستش و بندگیم غیر از الله دیگه کس نیست. یعنی پیدایش شما و حالات متنوع در زندگی شما که رونما میشه همه در اختیارات الله تبارک و تعالی قرار داره. آلی کدام طرف انا تصرفون، کدام طرف شما گردانیده میشه؟ توحید الله را گذاشته و راه دیگری را برای خود انتخاب میکنه. سخت جهالت و جفا است. چرا همچون دلایل در نظر نگیری و نعوذ بالله حاجتا و مشکلاتتان از چیزایی که و قدرت نداره از او بخواه. سوال پیدا میشه شبهه که چرا الله تبارک و تعالی این موضوع یکتا پرستی خدا و ای که مستحق عبادت تنها الله تبارک و تعالی است، کسی دیگری نیست، در مختلف آیات قرآن کریم به عنوانای مختلف به مثالای مختلف بیان میکنه و تاکید میکنه. سوال پیدا میشه الله تبارک و تعالی چی نیازی داره با این که هم اینقدر بیانات بکنه و بگویه که من مستحق عبادت هستم؟ الله تبارک و تعالی نیازی به این گپا داره؟ قرآنی مسئله را واضح میکنه. این هم لطف و مرحمت الله تبارک و تعالی بالای شما است، وگرنه الله تبارک و تعالی اگر نافرمانی معصیتش بکنه ام ضرر به نظام الله و به خود الله نمیرسه. اگر نه که مکمل عبادت الله را بکنه، در دارایی الله تبارک و تعالی و در نظام الله ملکیت الله چیزی را اضافه کرده نمیتونه. تاکید بیشتر الله تبارک و تعالی سری موضوع اشاره به اهمیت موضوع میکنه و یگانه کلیدی است برای سعادت و نیکبختی یک انسان. تا وقتی که عقیده توحید الله در قلب انسان جان نگرفته باشه، انسان راه سعادت خود قطعا پیدا کردن نمیتونه. از او خاطر است که الله تبارک و تعالی موضوع یکتاپرستی را به انواع به صورتهای متنوع بر ما بیان میکنه، تاکید میکنه با دلایل عقلی نقلی از همه طرف ما را متوجه گپ میسازه. با وصف امی قدر بیانات بازم میبینی مردم که نعوذ بالله رای غلط میپیماید. از او خاطر الله گفت ان تصرفون، کدام طرف گردانیده میشه؟ وقتی قدر دلایل مقنع موجود باشه، خیر شما چرا راهی دیگر پیش میبری؟ آلی بر ما میگه که ان تکفرو، اگر شما ناسپاسی میکنی، قدر نعمتهای الله را نمیکنی، اگر شما انکار میکنی از این توحید و یکتاپرستی الله، پس این ضرر برای خودتان است. فإن الله غنی عنکم، الله تبارک و تعالی بی نیاز است از شما، هیچ نیازی نداره که کسی توحید الله را بپذیره یا نپذیره. در حقیقت بیان توحید الله و امر به توحید الله لطف مهربانی الله است بالای شما که نشوه آینده شما خراب شوه، سرنوشت شما ناگوار شوه. از همین خاطر الله تاکیدات بیشتری در این موضوع داره. ولا یرضی لعباده الکفر، و یکی الله تبارک و تعالی خوش نداره برای بنده های خود ناسپاسی و انکار از دینه. الله نمیخواد بندگانش ناسپاس باشه. از همین خاطر برای شکرگزاری
قسم قسم قابلیت ها را الله به انسان داده، قسم قسم دلایل برش ارائه میکنه تا که انسان سپاسگزار باشه، قدرشناس نعمت الله باشه. لیکن انسان است که ترک میکنه او را. بله، یکی اراده است، یکی رضا است. رضا و اراده با هم فرق داره. الله راضی نیست به کفر کسی، اما اراده میکنه. چرا؟ جهنم و جنت پیدا کرده، باید افرادی باشه که بنابر دلایل مقنع و مستحق امو جهنم شوند. از او خاطر است که الله این دلایل بار بار بیان میکنه که در اونجا برش گفته شود که تو در جهنم به خاطر آمدی که تو هیچ صورت از دلایل مرا گوش نگرفتی، دو تأمل نکردی و رای حق نپیمودی، در حالی که ما تو را از انواع لطف مهربانی خود سرفراز کرده بودیم، عقل داده بودیم، حواس داده بودیم، توحید فطری را در قلب جا داده بودیم و بعد از اون پیغمبران علیهم السلام امرای کتابا براتان روان کرده بودیم. در ما حول محیط تو مردمایی که امیر رای حق تعقیب میکرد موجود بود و هم برات شب و روز نصیحت میکرد، لیکن تو بودی که راه سرکشی را، راه غلط در پیش گرفته بودی. از او خاطری کاری توست. و این تشکروا یرضه لکم، اگر شما شکرگزاری میکنی یعنی سپاس نعمت بزرگ الله را میکنی که توحید است، عقیده صحیح بزرگترین نعمت در زندگی انسان است. الله ای را خوش میکنه، یرضه لکم، الله راضی است برای شما. ولا تزر وازره وزر اخرى. اینجا امی جمله ها قانونای عمومی در اسلام است. قانون عمومی در اسلام است که عبادات انسان برای خودش است، گناه های انسان ضررش متوجه خودش است. این قانون الله است. الله به کسی نیاز نداره. دوم قانونش است هر کس مسئول عمل خود است، هر کس پاداش عمل خود میبینه. اینطور شدن نمیتونه کسی ذمه‌وار دیگه کس باشه. بله، اگر در کدام گناه یا در ثواب دخیل باشه برای انجام امو کار، برش از امو حسی ثواب یا گناه برش میرسه. اگر تو بنیاد نیکی را گذاشتی یک چیزی برات ثواب میرسه، اگر بدی را گذاشتی عذاب برات میرسه. در غیر از او یک نفر مسئولیت گناه دیگر نفر برداشت کرده نمیتونه. ولا تزر وازره وزر اخرى، نمیورداره وازره نفس گناهگار وزر اخرى، بار گناه دیگر نفسه ای ورداشتن نمیتونه، توان نداره. دو، ثم الى ربکم مرجعکم، بله ضرورت هست به ای که الله مکلف کرده انسانا را کیفیت ثواب و عذاب هم باید داشته باشه، یعنی نتیجه اعمال هم باید داشته باشی. تو نمیشه که در دنیا الله بنده های خود مکلف کرده و در آینده نتیجه نداشته باشه. نه، عمل نیک موجب ثواب، الله برش ثواب بده، و عمل بد سبب عذاب و الله عذاب بده. از او خاطر الله میگه ثم الی ربکم مرجعکم، باز به سوی پروردگارتان بازگشت شما هست. فینبئکم، خبر میده شما را، بما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما انجام داده. معلوم شد هر عمل انسان در پیش میشه و نتیجه برات داده میشه. خب عالی، عمل پیش شدن و نتیجه دادن سبق علم میخواه. اگر الله معلومات قوی نداشته باشه که انسان کدام عمل در کدام وقت برای کدام نیت چی وقت انجام داد و چه قسم انجام داد، باز نمیتونه تمام نتایج اعمال کسی را پوره بکنه. از او خاطر الله این صفت خود بعد از ذکر میکنه، انه علیم بذات الصدور، الله علیم است به صاحبان سینه، حتی آرزوها، نیت، اراده ها و عقیده هایی که در قلبشان مرموز و پنهان است الله او را میدانه. چه جای از اینکه اعمال ظاهری یک انسان است الله خو از او مکمل آگاه است. و اذا مس الانسان ضر، در آن وقتی که برسه به انسان ضر تکلیف، یعنی هر گونه ناراحتی، دعا ربه، آواز میده پروردگار خود، منیبا الیه، در حالی که انابت کننده است، رجوع کننده است به سوی یک الله، دیگه هر چیز از پیشش فراموش میشه. اینی حالت سختی است. اینی را میگه بیان الله تبارک و تعالی انسانها را تقسیم میکنه. دو قسم انسانها را، یکی عالمه. عالم کدام انسان است که در هر حالت رنگش یک رنگ است، بدل نمیشه. اوی طور نیست که نعمت الله برش بده باز نعوذ بالله از خوف عذاب الله به امان باشه. نه، او میترسه از عذاب الله که مبادا در این نعمت ها قصور و کوتاهی از ما وارد شود. و وقتی که دوچار تکلیف و مصیبت میشه اینطور هم نیست که بالکل مایوس باشه از رحمت الله، اینطور نیست. خب یک طبقه از انسان ها مردمای رنگباز هستند.
رنگ باز همون مردم هاست. در یک حالت یک قسم رنگ داره، در حالت دیگه قسم رنگ داره. ایره مردم های کم ظرفیت میگه که همت ندارن، حالت سختی برشان برسه ناامید هستن. تو میگی که هیچ رحمت الله دوچار حال از این نمیشه، و اگه حالت راحت برش برسه باز مستو چیسته، نعوذ بالله، که هیچ تابعداری به الله نمیکنه. اونو رقم مردم است. قرآن کریم در اینجا اشاره به بیان دو قسم انسان ها میکنه. خوی انسان الله تبارک و تعالی چرا سر انسانی قسم حالت ها را میاره؟ قرآن کریم ما گفتم که از هر طرف آدم هشدار میده، از هر طرف انسان بیدار میسازه. یکی از جمله عوامل بیداری انسان که از خواب غفلت انسان برمیخیزانه حوادث ناگوار است، حالتهای تکلیف آور است که انسان یک دم بیدار میکنه. چرا؟ متوجه امو ایمانت میسازه که در وجودت موجود است. این نمو دلیل است. قرآن در اینجا بیان میکنه مثل که از آیات آفاقی و بیرونی، از نشانه های قدرت بیرونی الله و درونی وجودت، تو الله را میشناختی، از این را هم شناخته میتونی، صورت شناختی دیگه هم وجود داره که تو متوجه فطرت خود شوی. اما متوجه فطرت شوی، خود به خود امو ذاتی که تو دمو موقع برش پناه میبری امو ذات الله هست، او را باید بشناسی. این نمیسته که انسان ها دچار مشکلی قوی میشه همه کس از یادش میره، نه پدر باقی میمانه، نه مادر، نه برادر، نه لشکر، نه بادیگارد، بلکه امو نعوذ بالله معبودای زعمی و گمانی خودشانه مکمل فراموش میشه، به یک الله توجه میکنه. خب امی انسان وقتی دمی موقع الله را میشناسه، چرا وقتی که آرامی و راحت سرش میاد باز امی الله را فراموش میکنه؟ باز دنبال نعوذ بالله معبودای خود ساخته خود میره. قرآن کریم هم میگه پاره برای ما میگه که انسان سری تو هیچ چیز کارگر نشد، حتی امون ندای فطرت خودم یک دفعه که زنده شد و تو را بیدار کرد باز خاموش شد، باز تو راه دیگری را تعقیب کردی. از او خاطر انسان عذر نداره که بگه ما چرا جهنم رفتیم، به خاطری که صورتهای متنوع برای بیداری انسان الله در قرآن بیان کرده، خوی بیدار نشده. قرآن میگه و اذا مس الانسان، وقتی که برسه به انسان ضرر ناراحتی تکلیف، دعا ربه، آواز میده به پروردگار خود، منیبا الیه، که رجوع کننده به یک الله تبارک و تعالی است، همه چیز فراموش کرده. ثم اذا خوله، وقتی که باز ارزانی کنه، بده بخشش کنه الله تبارک و تعالی به می انسان نعمت منه که از جانب خود الله برش میده، نسیه فراموش میکنه، ما امو تکلیف کانه که بود یدعو الیه، که آواز میداد الله تبارک و تعالی را الیه، بسوی ازاله ازو، بسوی دور کردن امو تکلیف، من قبل، پیش ازی دم د جانش نبود به یک الله آواز میداد، حالی که حالت نرمال شد الله هم الله دا یادش نیسته. آلی و جعل لله اندادن، بنابر پندار و گمان خیش میگردانه برای الله، در حالی که در اصل واقعیت هیچ نوع شریک نیست. این میگردانه برای الله اندادن شریکارا. چرا اینطور کار میکنه؟ نه که خود گمراست، دیگران هم به منهج خود دعوت میده، میگه لیضل عن سبیله، که گمراه بسازه مردم دیگر هم از راه حق. خود گمراست، دیگران هم دعوت میده که بله زوری از ایرم از یاد دیدیم. یه قبر چیزی نگوی که زوریش از یاد دیدیم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام تمتع بکفرک، تو خناس پاسی کردی از این نجات نعمت الله تو را نجات داد، تو باز الله را فراموش میکنی. فایده بگی بمی کفرید، بمی ناسپاسی نعمت الله، قلیلا یک چند مدته، خروزگاری میایه که باز حقیقت برات واضح شوه که کدام طرف روان بودی. اینک من اصحاب النار، یقینا تو از ملازمین آتش جهنم هستی. چرا اینطور کار کردی؟ قرآن چی بر ما میگه؟ انسان اگر مؤمن است، مؤمن متداوم باشه. صفت عالم که بعداً بر ما میشه عالم کسی است که هرگاه ندای فطرت خود لبیک گفت، جواب گفت که بله به یک الله رجوع کردن است، او در هر حالت باقی بمانه. اگر حالت نعمت است، اگر حالت سختی است، انسان همیشه متوجه الله تبارک و تعالی باشه، تقوا را در کل عمر خود انجام بده او متوجه از او باشه، همیشه عمل کردش فرمان و دستور الله تبارک و تعالی باشه. اینطور نباشه که یک روز ضمیرش بالا میشه، الله در یادش میاد و دیگر روزا فراموش است. امروز مسلمانای موقتی و موسمی ما، مسلمانای رمضانی، مسلمانای جمعه خان، مسلمانای زمستانی، مسلمانای عاشورا، مسلمانای میلادی، یا کلش مسلمانای موسمی است. فقط در یک وقت یا ضمیرشان آواز میده که بله محبت پیغمبر، بله الله، لیکن در دیگه وقتا نه محبت پیغمبر دیده
دیده میشه، نه تقوای الله دیده میشه، نه نام حسین در یاد میاد و نه فاطمه زهرا رضی الله عنهم، هیچ کدامش نمی باشه. این مردمای موسمی است که قرآن به این مردم اشاره میکنه که اونمو مردم است که همیشه در یاد الله نیستن، تقوا را همیشه پیشه نمیکنه، محبت پیغمبر همیشه در دلشان نیست، فقط در یک واده. او شیطان لعینم خب برش ملون میسازه، خب زیبا میسازه که برو نجات پیدا کردی. چرا؟ اوه محبت به پیغمبر کردی، شعله را پخته کردی، اونجا خبیثای دیگه هم پیدا میشه. احادیث موضوعه را برات گفته است که 1 درهم مصرف کو کرد همراه ابوبکر رضی الله عنه در جنت هستی. اگر یک زنجیر در عاشورا زدی بس دیگه که چیزی گناه در وجودی دید، وجودی تسمع کمال تکانده میشه. ابلیس لعین چقدر زیبا میسازه، مزین میکنه اعمال ناشایسته را. او تو را قرآن بری تو دعوت به چی میده؟ تقوای دائمی، همیشه رجوع کننده به الله تبارک و تعالی، مسلمان موسمی و موقتی نباشی. امن هو قانتون، الله علی بیان میکنه، تمثیل میده برای ما که در صحنه بیرون برای ما واضح شود که آدم مومن واقعی کیسته و آدم کم ظرفیت و رنگامیز کدام شخص است که در یک وقت رنگ اسلام پیدا میکنه، وقت دیگه اسلام در یادش نیسته. قرآن اینجا میگه امن هو قایتون، آیا چنین کسی، ای نمی رقم نفری که ما و شما عالی بیانش کردیم، یعنی این قسم شخص شایسته و با ارزش است، یا کسی که قانتون تابعدار است، فرمان بردار است با کمال عاجزی برای الله تبارک و تعالی. آنا اللیل، در تمام ساعتهای شب ساجدن سجده کنان است و قائما استاده نماز میخوانه. چی میکنه؟ یحذر الاخرت، میترسه از آخرت، و یرجو رحمت ربی، امید رحمت پروردگار داره. اینی را مردم میگه عبادت، اینی را میگه ایمان. عبادت امیر میگه که به کمال عاجزی به الله تسلیم استی، هم در حالت قیام و هم در حالت سجده، در هر حالت، در کل ساعتا. و چی داری؟ هم امید از رحمت الله داری و هم خوف از عذاب الله داری. اینی را میگه. آیا اینطور شخصیت ارزش داره، شخصیت داره، یا او شخصی که نعوذ بالله مشرک بود، انسان مشرک بود که وقتی که از سختی خلاص شد باز قطع الله شریک جور میکرد؟ شخصی که فراموشکار بود، امون نعمتی که الله برش ارزانی کرد او را بیخی در بادی چیستا فراموشی سپرد. یا امون انسانی که رنگامیز بود، اونجا یک رنگ داشت حال دیگر رنگ داشت. او انسانی که قرآن برای ما گفت گمراه بود، خود دیگران را هم در گمراهی دعوت میداد. شما بگویی که در بین دو انسان ها چقدر تفاوت است؟ انسانی که رنگامیز نیست بلکه همیشه تابع الله است، با خضوع و عاجزی به الله عبادت میکنه. نه تنها که عبادت عامه، در وقت عبادت میکنه که هیچ ریا دو کم است، در وقت عبادت میکنه که کلی مردم چیست خاموش است و قلب آدم حضور پیدا میکنه برای الله تبارک و تعالی. این را میگه شبخیز. اینی آدم مومن واقعی است که کس نیست و تو عبادت میکنی. پیش روی مردم هر کس خدا وانمود میکنه که من مسلمان هستم. این دعوتگرای میلادا همین مردمی ریاکار است که خدا وانمود میکنه به مردم، پیش میکنه مولا صاحبم، حاجی صاحبم، وکیل صاحب که ما قطع پیغمبر دوستی داریم. دروغ میگه، دوستی نداره. اگر پیغمبر دوست داشته باشه سنتای رسول الله را در کل عمر بعد از نمازهای خود یک وقت تعیین بکنه، سیرت رسول الله را بیان کنه. همین مولاها در مساجد سالا برقا را گل میکنه، پیکنیک گل میکنه، مردم قرار نشسته است اونجا، تلق تسبیح های پلاستیکی را صدایش میکشه، نه ذکر یاد داره نه تسبیح. برید مسجد ها سوال کنی از عوام، اگر استغفر الله را یاد داشت من از دست خدا قطع میکنم. کجاست این مولاها؟ مقتدیای شدک چطور فهمانده؟ این مردم محبت قطعی پیغمبر داره. اگر واقعا تو پیغمبر محبت داری، احادیث پیغمبر روزمره از باب طهارت شروع که مثل که محدثین برات آورده، یک حدیث از هر باب گفته برو که مردم دینی خدا میفهمه یا نمیفهمه، محبتش با پیغمبر زنده میشه یا نمیشه. خلیکنی مردم طور نیست، یا فقط ریاکار است و نمود میکنه خدا فلان برای سیرت رسول الله مسابقه را جور کرده، فلان اینی قدر انعام داد، فلان دیک پخته کرد، فلان تقریر کرد. منظورشان است محبت رسول الله در قلبشان نیست. این الله ها یک روز حدیث پیغمبر را پایین کنه به مردم بگوینه در مورد امو سنت هایی که بعد از نماز آمده امو قدر بفهمانه. مردم عوام بره اگر پرسان کنی از در یک مسجد استاد شوه بگو کنام دعا را در وقت داخل شدن مسجد میخوانی، امی قدر عمر تو در مسجد داخل میشی و بیرون میشی کدام دعا را میخوانی؟ یاد داری؟ تو را به الله قسم مولایت کدام روز برات یاد داده؟
کلا قطعا نه. اینی مردم است. قرآن چقدر تفکیک میکنه فرقه های حق و باطله. چطور تفکیک میکنه؟ کسی که طور بود که الله را در یک وقت یادش بود دیگه فراموش کرد، و کسی که حتی نه در روز بلکه در تاریکی شب که هیچ کس از پیش شاگاه نیست عبادت الله را میکنه. خو عبادت ناز و فخر نمیکنه. یحذر الاخره، از آخرت ترس داره، از عذاب ترس داره. و یرجو رحمت ربه، امید رحمت پروردگار خدا داره. اونو طور مردم ها و این مردم با هم مقایسه شده میتونه؟ ارزش کدام شخص زیاد است؟ از او خاطر الله میگه قل بگوی پیغمبر علیه السلام هل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر است تو کسانی که میدانند و الذین و کسانی که لا یعلمون نمیدانند؟ جاهل و عالم گاهی هم برابر نیست. لیکن انما یتذکر، درکی واقعیت که فرق در بین جاهل و عالم خیلی زیاد است. جاهل و عالم برابر شدن نمیتونه، ایره هر کس درک نمیتونه. صاحبان مغز و فکر انما یتذکر، یقینا نصیحت میگیره میپذیره. اولو الالباب، صاحبان عقل، کسی که مغز و درک داره، او مردم میفهمه که جاهل و عالم با هم برابر نیست. قرآن در اینجا خو یک طرف اشاره به مقام و منزلت عالم میکنه که عالم و جاهل برابر شدن نمیتونه. الله اکبر. یک آدم نماز میخونه خود تنها همیقه میفهمه فریضه الله است. یک آدم از الله اکبر که شروع میکنه که این متوجه کلمات و مفهوم و مقصد عظیم میشه، ده سبحانك اللهم میرسه، بعد از او اعوذ بالله، بعد از او بسم الله، بعد از او سوره فاتحه، بعد از او سورت ها را میخونه، در رکوع میره چی مصلحت ها و حکمت ها را در ذهن میگیره، به الله با کدام نوع عاجزی میکنه. کی میگه که دو نماز زمین و آسمان فرق نداشته باشه؟ کی است که از این عبادت خود لذت میگیره و اینطور فکر میکنه که اگر این عبادت نبود هیچ دنیا برای ما جهنم بود؟ این عبادت است که من خوش هستم. و یک آدم نماز بیگار میدانه که محض وضو کو بیا یک دقیقه استاد شد رب بدروب کو، کدام برابر شده میتونه؟ نه. مردم ما امی بیچاره مردم مظلوم از این لذت های نماز آگاهی نداره، فقط یک بیگار است درم بدروم ملا صاحب قطش قطی است. شما بری نمازان را یک دفعه در هر جا یک کام چی عکسگیری کنی که چی رقم نماز انجام داده میشه، چقدر قومه میشه، چقدر جلسه میشه، چقدر سجده، چقدر رکوع میشه، چی خوانده میشه، کی خوانده میشه نماز، با کدام سیستم خوانده میشه؟ می مدعین محبت پیغمبر کدام رقم خوانده میشه؟ می مدعین. خب قرآن چهره ها را بالکل آشکارا میسازه که نه اینطور نیست. مقام علم برای خود علم است. خب اینجا مراد از عالم کی را گرفته خبر داری؟ مراد از عالم کسی را گرفته که مکمل تابعدار نظام الله است، شبخیزی داره، به الله عبادت میکنه، مسئولیت شناس است. از امو خاطر قرآن کریم در اینجا برای ما واضح میسازه که اینجا مراد از عالم امو کسایی نیست که چند قوانین صرف و نحو را یاد کرده باشه. مراد از عالم کسایی نیست که علوم رسمی را شهادت نامه گرفته باشه. مراد از عالم کسی است که علمش ذریعه و انگیزه برای عمل شوه، عمل که در وجودش آثار علمش نمایان شوه، که واقعا تسلیم الله است، واقعا مسئولیت میشناسه، واقعا شب میخیزه، از الله ترس داره، امید به رحمت الله داره. او طور مردم را عالم میگه قرآن کریم.